سلام دوستان، آرش گیمر 291 هستم. خیلی زیاد خوش اومدین به یک ویدیو بسیار خفن و جذاب دیگه. دوستان این سری اومدیم با یک آموزش بسیار خفن. دوستان شاید خیلیاتون دوست داشته باشید که GTA San Andreas رو روی موبایلتون داشته باشین و این همه پول کامپیوتر و کنسول ندید. و بعد دوستان این سری اومدم بهتون آموزش بدم که چجوری GTA San Andreas رو اونم به صورت بدون دیتا روی موبایلتون نصب کنید که اونم همراه با مود باشه، یعنی هم کدهای خود بازی داخلش باشه هم مودهای مختلف. خب دوستان بریم سراغ آموزش. خب دوستان شما وقتی وارد میشین یه همچین جایی براتون میاد که شما میتونین ایمیل و پسورد ایمیلتون رو بهش بدین تا براتون آنلاین اجرا کنه، ولی اگه میخواید آفلاین بازی کنید بدون هیچ ایمیلی روی این گزینه آفلاین این گوشه میزنید و به این شکل بازی براتون بالا میاد که حالا وایسین یه لحظه من صدا رو کم کنم. خب دوستان همونطور که این ما میزنیم که بازی بیاد از اول برامون. یه گیم پلی خیلی کوتاهه. خب ببینیم وقتی بازی برامون میاد پایین دقیقا مثل GTA San Andreas که روی کنسول و کامپیوتر بازی میکنیم، همونطور که وقتی میاد بالا همچین صفحه‌ای داره. خیلی جالب. نسخه فارسیش هم داره که من نتونستم پیدا کنم. اینجا فرمونه ازتون میخواد که چه شکلی باشه، من معمولا این میذارم. خب دوستان همونطور که می‌بینید کاملا بازی مشابه واقعیش ساخته شده، همون راکستار گیم ساختش، چون که این بازی نسخه موبایل هم از قبل داشته. و همونطور که این علامت 5 هم که روی تصویر میاد، ببخشید برام پیام میاد، اینجا مودها و کدهای خود بازی رو شما میتونید ببینید. 8ش جت پک، خیلی خلاصه. 2ش هم اگر بزنیم هم بهمون جون اضافه میده هم بهمون پول میده. خلاصه خیلی باحاله، بهتون میگم نصب نکنین از دست دادین. بله دوستان ببینیم دیگه کجا داره اینجا. خب دوستان دیگه حالا بقیه‌اش هم خودتون میبینین چون که خیلی شهر بزرگی داره. خب دوستان این بود از این ویدیو و اگه از این آموزش خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، چنل سابسکرایب کنید و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.